قال فأي یوم هذا، امروز کدام روز است؟ قلنا الله و رسوله اعلم. این از آداب صحابه ها هست، در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن نمی‌کردند. حتی وقتی که پرسیدن الله و رسولش داناتر است گفتند، با این معنا که یکی ما گوییم و خطا گوییم چی میشود؟ بنابراین الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم داناتر است گفته جواب داده. فسکت، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد این گپ کمتر سکوت کردن. حتی ظننا انه سیسمیه بغیر اسمه، حتی ما گمان کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم نام امروز را تغییر میدهند. بعد گفتند که قال الیس یوم النحر، مگر امروز روز قربانی نیست؟ قلنا بله یا رسول الله، امروز روز قربانی است. گفتیم قال فإن دماءکم و اموالکم و قال محمد احسبه قال و اعرابکم علیکم حرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خونهای شما، یعنی ریزانیدن خون همدیگرتان، مالهای شما به همدیگر و آبروی همدیگر برای شما حرام است. یعنی ریزانیدن خون همدیگر، خوردن ناحق مال همدیگر و آبروی همدیگر را ریزانیدن، یعنی مانند غیبت کردن، تهمت کردن، خبرکشی کردن، حقارت و دشنام کردن که آبروی انسان را میریزاند، یا به اهل و عائله یک مسلمان با چشم بد نظر کردن، یا سخن کردن، یا عملهای زشت را کردن، آبروی او را ریزانیدن. حرام علیکم، این برای شما حرام است. که حرمت یومکم هذا، مانند امروز شما روز حرام است. یعنی روز عید قربان بسیار کارها به حاجی ها حرام است در مکه، نمیتونه همه کارها را اجرا کنند. فی بلدکم هذا، در این شهرتان، شهر مکه شهر حرام است. یعنی بسیار کارهایی که در غیر شهر مکه حلال است در مکه حرام است. مانند صید کردن حرام است، مانند شکستن درختش حرام است، مانند مثلا کشتن یگان حشرات یا حیوانات غیر آن پنجه که پیامبر صلی الله علیه و سلم استثناء کردن. خلاصه شهر مکه شهر حرام است. مانند این شهر مکه، مانند امروز عید قربان، فی شهرکم هذا، در این ماه ذوالحجه ماه محرم است، ماه حرام است، ماهی که در بسیار کارهایی که در دیگر کارها حرام است در این ماه حرام است. در این ماهتان چگونه که ماه ذوالحجه حرام است، روز عید قربان روز حرام است، یعنی بسیار کارهایی که حلال است در این روز حرام است. و این مکه شهری که شما قرار دارید شهر حرام است، همین گونه آبروی شما، مال شما و خون شما، یعنی مسلمان ها بین همدیگر حرام است. یعنی نریزانید، حرمت خون همدیگر، مال همدیگر رو ناحق نخورید، ریباخوری نکنید، پاره نگیرید که پاره یکی از حرامترین و کبیره ترین گناه ها هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم مال شما حرام است بین همدیگر، مانند حرمت امروز، یعنی چه خیلی که امروز حرام است، این ماه حرام است، این شهر مکه حرام است، همین گونه ریزانیدن خون، ریزانیدن آبروی همدیگر و ناحق خوردن مال همدیگر برای شما حرام است. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که وستلقون ربکم، و زود است که شما پروردگارتون را وا میخورید. یعنی از این دنیا دیری نگذشته شما وفات میکنید و به نزد الله تعالی میروید. فیسألکم عن اعمالکم، پس الله تعالی شما را از عملهایتان میپرسد. به هر یک دقیقه و ثانیه در پیشگاه پروردگار جواب میدهید. هر یک انسان به هر یک عملش در پیش الله تعالی پرسیده می شود. الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، آگاه باشید بعد من گمراه نگردید. راهی که من به شما تعلیم دادم آن راه را گم نکنید، طبق راهی که من به شما تعلیم دادم طبق آن راه گردید. که وقتی که شما راه را گم میکنید یضرب بعضکم رقاب بعض، بعضیتون گردن بعضی دیگر را میزنید. یعنی مسلمان ها با هم دیگر جنگ نکنید، با هم دیگر فتنه اندازی نکنید، بلکه با هم دیگر برادر شوید. الا سپس که لیبلغ الشاهد الغائب، آن آدم هایی که در این موضع
شاهد بود، سخن مرا شنید، این سخنها رو برده به شخصان غایب برساند. گفت همین گونه تعلیمات شریعت است که هر کسی که یک سخن نیک را شنید یا حدیثی را شنوید یا آیتی را شنوید، حکم یک مسئله را فهمید، باید به همسر و فرزندانش، به یار و دوست و نزدیکانش، به هر کسی که میتواند آن را برساند. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را وقتی که شنیدید باید به دیگرها رسانید. گفتند که آگاه باشید، هر کسی که در این موضوع، هر کسی که در اینجا شاهد بود، این سخنهای مرا به شخصان غایب برسانید. فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمعه. شاید بعضی آدم‌هایی که در اینجا حضور ندارد، غایب است، و آنهایی که در اینجا حضور دارند سخن مرا برده به آن شخص میرساند، شاید آن شخص قلبش وسیع‌تر باشد، یعنی از سخن من فهمی بسیارتر جدا کند. سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را از پیامبر صلی الله علیه و سلم به واسطه نشنیده است، یعنی به واسطه دیگر کس شنیده است، لیکن آن چیزی که شخصی که نفهمیده است از شنیدگیش شاید دیگر شخص بسیارتر فهمد. از یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صدها مسئله، هزارها مسئله برآوردن ممکن است. یا حدیث معده 100 فایده میبرادن علما رحمت الله علیهم. 100 مسئله یعنی چی؟ یعنی به 100 سوال جواب، به 100 سوال جواب در یک حدیث خرد استنباط میکردن، یعنی از همون معنا میبرآوردن. برای این فهمی چقدر لازم است. بنابراین گفتن که شما آن سخنهایی که از من حفظ میکنید آن را برده به دیگرها رسانید. شاید در بین آن آدمهایی که در اینجا حضور ندارند شخصیت‌های پیدا شود که بسیارتر از سخن‌های من فهمد. ثم قال، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الا هل بلغت، آگاه باشید آیا من شریعت الله تعالی را رسانیدم؟ گفته به مردم سوال کردن الا هل بلغت، آگاه باشید آیا من شریعت را به مردم رسانیدم؟ در دیگر روایت ها 3 مراتبه وقتی که این سخن را تکرار میکنن صحابه ها میگن که بله یا رسول الله، شما شریعت را به مردم رسانیدید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که اللهم اشهد، اللهم اشهد، پروردگارا شاهد شو. یعنی من شریعت را وقتی که آیا رسانیدم، گفته از مردم پرسیدم، مردم اعتراف کردن که من رسانیدم، به همین شهادت مردم تو شاهد شو. گفتم